کردم که تونستم حالا 5 تا طلای جهان دارم، اون طلایی که قبلا گرفته بودم حفظش کنم اینجا. ما هم تبریک میگیم به شما خانم منصوریان، امیدواریم که همیشه موفق باشه. اما به خاطر ادامه صحبتات من این نقد رو میکنم که شما بین 2 نفر اول شدی، یعنی مدال طلا گرفتی، یعنی اگه مبارزه نمی‌کردی دوم میشدی. اگر 5 تا مدال طلا داری به نظر من 5 بار کلا مسابقه دادی، 5 تا مبارزه کردی، شدی 5 بار قهرمان جهان. سری قبلم بین 2 نفر بود. خب وشو طبیعتش اینه، کلا 2-3 نفر تو جدولاش همیشه بیشترین جدولش 7 نفر 8 نفره. اما این که شما یه ادعایی کردی، من به خاطر همین گفتم شما اگر تو هتل هم بگیری بخوابی نری یا بری مثلا یه همچین جاهایی نری مسابقه، بازم مدال رو بهت میدن، یعنی نقره رو گرفتی. حالا ادامه صحبت‌ها رو بشنویم. و بگم من شهربانو منصوریان هنوز بهترین ورزشکار رزمیکار ایران و جهان. نه، شما بهترین رزمکار ایران نیستی، بهترین رزمکار جهان هم نیستی. اصلا این حرفو نباید بزنین. ما بهترین رزمکارای ایران از تکواندو، کاراته، کیک بوکسینگ، کیوکوشین داریم الی آخر. شما نیستی. شما بهترین رزمکار ایران و جهان هستی بین همین دو نفر، بین همون یه نفر، یعنی اون یه نفر زدی شدی بهترین، بین همون 7-8 نفری که خودتون هستین بهترین هستی، نه بهترین کل رزمکارا. اینو فراموش نکنین. ما بهترین رزمکارهایی داریم توی ایران که الان هم کاندید شدن برای بهترین ورزشکار سال. شما حتی اسمتون هم تو بهترین ورزشکار سال نیست. امیدوارم که خیلی این ادعاها رو نکنیم، خوب نیست و توهین به بقیه رزمکارا. من بازم میگم شما بهترین رزمکار ایران به هیچ عنوان نیستین. مدال هاتون هم که خودتون میدونین به چه شکلی گرفتین، بین یه نفر مبارزه میکنین. یعنی شما 5 بار برین مسابقات جهانی فقط تو هتل بخوابی 5 تا نقره میگیری. ببینید که چقدر سطح مسابقات پایینه که اون کسی که الان اینجا با شما مبارزه میکنه سطحش در حد یک کمربند زرده. این تازه قهرمان جهانه، اومده با شما که قهرمان جهان مسابقه میده. پس سطح جهانی وشو همینه دیگه. یعنی کمربند زرد من، شاگرده کمربند زرد من میتونه بیاد ایشون رو ناکوت کنه. پس در همین حد شما در اون لول بهترین رزمکار هستی. این لولی که شما 10% کار کردی در همون لول هستین، نه بهترین رزمکار ایران. امیدوارم که موفق باشین.